اسپانیا در برابر رونالدو، روزی که رونالدو تک نفره جلوی اسپانیا ایستاد و هتریک کرد. پنالتی برای پرتغال و اولین گل کریس در جام جهانی 2018. گل اول برای اسپانیا توسط دیگو کاستا. به به، سلطان گل دوم فرو میکنه و بازی میشه 2-1 به نفع پرتغال. اسپانیا گل سوم میزنه و فکر کردن دیگه بازی تمومه. کریستیانو رونالدو بنازم.